واقعا وقتی که مشرکا این حال دیدن که حمزه مسلمان شد، عمر مسلمان شد، مسلمان ها قوت گرفتن، مسلمان ها دیگر آشکار میان نماز در پیش خانه کعبه میخونن، پروای مشرکان هم میکنن. جمع آمدن گفتن به این راه کار بود نمیشه. اگر به همین شکل آرام بیستیم تمام مکه و تمام قبایل عرب اینو مسلمان میکنن، باید یک چاره بجوییم. و عاقبت الامر به خلاصه اومدن که مسلمانان را محاصره اقتصادی میکنیم، تحریم اقتصادی نسبت مسلمانان، هم تحریم اقتصادی و هم تحریم اجتماعی. تحریم هم میدونی نه؟ اکونومیست که بلکد هم میگن، مثلا بعضی دولت ها حالی در زیر یمی تحریم اقتصادی قرار دارن، با او بیچاره تجارت نمیکنن، داد و گرفت نمیکنن. با شخصایی که طرفداری محمد صلی الله علیه و سلم بودن، خاصتا با بنی هاشم و بنی مطلب بسیار شدید گرفتن کارا. یک قرارداد ظالمانه به امضا رساندند که در آن گفته میشد با بنی هاشم و با بنی مطلب و با پیروان محمد صلی الله علیه و سلم هر کسی که تجارت میکند یا رفت و آمد میکند یا معامله و مناسبت میکند یا دختر میدهد یا دختر میگیرد یا همسایگی میکند جزا داده میشود، به حدی که از مکه بدرقه کرده میشود. تا همین درجه را سخت گرفتند و این قرارداد ظالمانه به امضا رسید. نویسندش در بعضی روایات اومده است که شخصی بود با نام منصور، اما آنچنانه که شیخ مبارک فوری در کتاب رحیق مختوم تاکید میکند، میگد که نه روایتی نوشته شدن قیدنامه به دست منصور ابن هشام است والله اعلم، و نه به دست نظر ابن حارث درست نیست، بلکه نویسنده آن یک شخصی بدبختی بود، یک مبغوض بود با نام بغیض ابن عامر. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که همون قرارداد نوشت، بغیض ابن عامر دعا کرد که خداوند دستش خشک کردن و دستش مفلوج شد، دستش خشک شد. بدبخته قرارداد گرفتن در داخل کعبه در دیوار چسباندن. بعد روزای سخت به سر مسلمان ها و به سر بنی هاشم آمد. دیدن که بسیار وضعیت بد است، همسایه ها همسایگی نمیکنن، خوف خطر غارت و قتل و کشتار به میان آمد. از همین خاطر ابو طالب تمام بنی هاشم و بنی مطلب دعوت کرد که بیای در دره من زندگی کنی. این مکه خیلی هموار، حالی هم که هموار نیست، زمانهای پیش دره بود. مثال هر قوم و هر یک گروه، هر دهچه در یک دره زندگی میکرد. یک شعب به دره با نام دره ابو طالب معروف است و همه آمدند در همونجا منزل گرفتند، خانه های خود ترک کردند. در شعب بنی ابو طالب مدت 3 سال در محاصره اقتصادی قرار داشتند. کار به حد وزنین آمد، در مکه زراعت نشود، در مکه حاصل نشود، تمام زندگی مردم به تجارت بود، اما کسی با اینها تجارت نمیکرد. هر ذخیره داشتن تمام شد. دیگر بیچاره مردم برگ درخت میخوردن، علف خار میخوردن، خار در آب میجوشاندن میخوردن. وقتی که در همون سال 3 کار به حد وزین شد که هر کسی از نزدیکی دره ابو طالب عبور میکرد، صدای گریه طفلان به گوشش میرسید. بسیار وضعیت بد بود، وضعیت ناگوار. میشنیدن که یگان کاروان اومده است، اگر خداوند امکانشو میداد زودتر می اومدن چیزی خرید کرده میتونستن، اگر اندکی تأخیر میشد همه مال کاروان می خریدن. بدبخت دیگر قریشی های مشرک تا اینکه به این خاندان چیزی نرسد و خودشون هم چیزی تجارت نمیکردن، به اینا نمیفروختن. بسیار وضع ناگوار بود. با وجود همه مشکلی و مشقت مردم تم به تقدیر داده و صبر میکردن، اگر چند اکثریت اسلام نآورده بودند از بنی هاشم و بنی مطلب. با استثنای بدبخت ابو لهب و فرزنداش، تمام بنی هاشم و بنی مطلب پشتیبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. این غیرت را بینه، این جوانمردی را بینه. امروز 2 برادر در یک حولی ساز نمیگیرن، ایش میذاره خونشار میکنه، ایش میذاره نیم کشته میکنه. این مردکای خوب شرم نمیداره؟
نخوام سیله رحمه مثل مشرک، یک مشرکایی که یعنی اسلام نآورده بودن رعایت کردن نتونیم. از برای خدا از بحر جان و مالشو گذاشتن همون مردکا. یک نفرش باری هم طعنه نزد به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که همه می از دستی تای. امروز در هر قدم میبینی طعنه زنی، پیشینگ کنایه پرتایی، احمقی، ابلهی. دو کودک به همدیگر جنگ میکنن، اکاو دو در میخیزن، همدیگر را مشکوب و لگتکوب میکنن. از خدا نمیترسی. این احوالی زور ما. قصه کوتاه از ماه محرم سال 7 هجری تا ماه محرم سال 10 هجری بنی هاشم و بنی مطلب همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در محاصره اقتصادی قرار داشتند. یک مرد بود با نام هشام ابن عمر، خش تبار مادری بنی هاشم بود از جانب مادر. روز به نزد زهیر ابن ابی امیه آمد. زهیر ابن ابی امیه پسر عمه پیغمبر است. مادرش عاتیکه دختر عبدالمطلب است. گفت ای زهیر، تو از خدا شرم نمیداری؟ سکه کده لباسای تازه و آزاده را میپوشی. بسیار زکه به دستی زهیر، لباسای بسیار زیبا و خوشرو میپوشید. بهترین طعام گلی طعام میخوری، در صورتی که خیش تبارای تو دائی و تقایی تو همه در عذاب و مشقتن. پگه در پیش خدا تو چی جواب بگو؟ شرم نمیداری؟ زهیر گفت از دستی من تنها چی کار میآید به دست در مقابل این ظالم ها؟ گفت تو تنها نیستی. گفت کی است رفیقم؟ گفت اینا من خودم رفیقت میکنم. گفت ما 2 نفریم، 2 نفر کمتریم، بیاید کسی دیگر را پیدا کنیم انشالله بعد میخیزیم بر ضد همی قرار داد. آمد هشام نزدی یکی دیگر از مکی ها که با نام ابوالبختری معروف است. ابوالبختری ابن هشام بسیار آدم معروف بود در بین قبیله قریش. گفت یا ابوالبختری، من میدانم که تو راضی نیستی به همین قرارداد، زیرا بسیار ظالمانه است. تو تمام قریشی ها را دوست می‌داری، به همش محبت داری، زیرا خویش اقربا هستید. تو آیا راضی میشوی که خودت بخوری و بنوشی و خیش تبارای تو اقربای تو در عذاب و مشقت باشند؟ ابوالبختری گفت من 100 بیزارم از این قرارداد، نه که از دستی من چکار میآید تنهام. گفت تنها نیستی، من همراه زهیر رفیقای تیم 3 نفریم، بیا 1-2 نفر دیگر را پیدا کنیم خروج کنیم. گفت بسیار خوب، من قبول دارم. به همین نوع نزد مطعم ابن عدی آمدن. این هم یکی از سرورای قریش است، بسیار شیردل بود. این هم شریک گرفتن و شریک پنجم شو زمعه ابن اسود. زمعه ابن اسود و نزد خانه کعبه آمدن. هر 5 نفر اول به خلاصه آمدن، قرارداد نقشه و پلن کارا کشیدند و بعد جدا جدا آمدن که تا مردم گمان نکنن که اینو یگان سوی قصد پیشکی مطرح کرده باشند. زهیر در ابتدا خیست. زهیر ابن ابی امیه فرزند عاتیکه پسر عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین لباس در بدن کرده است. همین لباس اگر لباس آزاده و خوشرو باشه با انسان یک صلابت میتنه. هم ببینی اگر یک آدم سر لباسش خوشرو باشه معرکه دم برود تست میگیرن ای بری بالا میشینوننش، تست قبول کنه. گفتم یک رئیسی رفیق داشتیم، بسیار بچه خوب، از کار که میبرمد گرستوکش میگرفت. نه که همون شوفیرش بگیم، مکه تلخ بگیم، شوفیر بگیم، چی بگیم. او با فکرم در جوگای خوبش هم گرستوکش نمیکشوید، دایم در گردنش. بعد حزل میکرد همین رئیس که میریم همین رئیس خیال میکنن من گرستوک ندارم، میگذرنن ای بری بالا بشینونن، مرا میگه قطعی شوفیرا میبرن جو بکنن، با میگه که آخی رئیس هم بود. این سر لباس انسان یک صلابت میبخشه. کوشش کنه که لباسای تازه و آزاده و خوشرو پوشه. همین مسلمان لباسش تازه و آزاده میشه. با این مایک‌های نوپگدی هیچ که حرمتو نمیکنه. تازه آزاده خوشرو پوشه. همین برای جوانا با خمیشیم کستون چیزی اون داره. همین قدر خوشرو، کرتای سفید پوشه، تازه حق باشه، خوشرو باشه، آزاده باشه. یک شاعر میگه تجمل بالثياب ولا تبالي فإن العين فوق الاختبار. لباسای زیبا بپوش، اختبار لباس زیبا آزاده که
پروا نکن، زیرا چشم پیش از اختبار است، پیش از عقل علم است. اول مردم با چشم میبینن، با گفته میشنون، با علم دانشی که را بعد معین میکنن که تی اگه سواد داری یا نداری. پادیاش که فستری چایود فإن العين فوق الاختبار فلو جعل الثياب على حمار لقال الناس یا لک من حمار. میگه اگر همین خره که خره، اگر همون را یگان تقم خشرو بزنن، یگان زین فسانش بزنن، در گردنش یگان زنگولچه آویزان کنن، کسی بگذره میگه ایتا خری خشرویی، اگر همین خر خشروگی دروغه. میگه همون سر دهنش نخته و تقماش اگر خشرو باشه، بعضیا با هم قضا و قدارن اسپورا دیده میخوای با نقرگی میزنن زینت میتن، اگر همون خیلی باشه میگه ایتا خری خشرویی. از همون خطیرم زهیر لباسای بسیار تازه و آزاده در بر کرده بود، در میان مردم خیست، گفت یا معشر القریش، ای مردم قریش. همه متوجه شدن، گفت شما را به خدا قسم ای خدا شرم نمیداره، نخوام و بخوریم باشامیم، زندگی کنیم، زن بگیریم، راحت داشته باشیم. بنی هاشم و بنی مطلب کیار رفقای ما هستند، خیش تبارای ما هستند، بیگانه نیستند. اینا فرزندای مطلب هستند که یک زمان سروری قریش بود در عذاب و مشقت. این چی نامردی است؟ باید اما قراردادی ظالمانه پاره شود. ابو جهل ششته بود، گفت تو کذاب دروغ میگوی، نامعقول کردی، او را پاره نمیکنی. که مطعم ابن عدی ششته بود، گفت نامعقول کردی، دروغگو تویی، چنی دهنت گپ زن، راست میگه اون مردان. اکنون مطعم ابن عدی با ظاهر خیش تبار نیستن، اینو اکودودار نیستن که بگن که یو سوی قصد کردین. ابو جهل دیگه حیران شد. خیست زمعه ابن اسود گفت هر دی شما قسم به خدا راست گفته، هر کسی که ذره انصاف داشته باشه گپ شما رو تصدیق میکنه، کج بشین راست بگو، قرارداد ظالمانه باید پاره شود. همین وقت از یک گوشه دیگه هشام ابن عمرو خیست، از یک گوشه دیگه ابوالبختری خیست، گفتن ما راضی هستیم، غلاغوله را برداشتن. دیگر ابو جهل فهمید که پیشکی نقشه کشیدگی است. گفت این نقشه شبانه خلوت در کدوم خانه کشیده شده است، این مردم در اینجا فقط یک سپکتاکل نشان دادن، اما دیگر کار از دست رفته بود. همین وقت ابو طالب اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در یک گوشه بیچاره نشسته بود، موی سفید بیمار بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم براش خبر داده بود، گفت که همون قرارداد ظالمانه را موریانه خورد است. موریانه را میدونه؟ کریه مول میگم به روسی. او زمانهای پیش یا در پوست می نوشتن، این پوست همه عجلش همون کریه یاخیده را میخیرش. قرارداد موریانه خورد است گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای قریشی ها را خبر کرد که دیگه این چیزا مونده است. ابو طالب هم از جاش خیست، گفت من یک سخن میخواهم بگم. محمد صلی الله علیه و سلم را آگاه کرد که خدا میگه به من خبر داد که همون قرارداد چون موریانه خورده است. اگر گفتن گپش راست باشه میکنیم قرارداد نقض میشود، نه که اگر گپ دروغ باشد تو تسلیمش میکنی به ما. محمد صلی الله علیه و سلم دیگه محافظتش نمیکنی. گفت که من در صدق برادرزادم 100% اطمینان دارم. من یک کودک از 12 سالگیش بزرگ کردم، باری در کاری دنیا دروغ نگفته است، در کاری آخرت دروغ میگه. قبول. رفتن در این کعبه را کشودن، هر کس راه نمیدادن در داخل کعبه، دیدن که حقیقتا غیری همون نام الله بسمیک اللهم تمام قرارداد موریانه خورده است، چیش نمونده است. مطعم ابن عدی از تنه دیوال کند پرتافتش و به همین تحریم اقتصادی بنی هاشم و بنی مطلب به اتمام رسید و از شعب ابو طالب برآمدن، جانی تازه در وجود شده می. اما در این مدت ابو طالب سروری بنی هاشم بیمار شده بود، روز به روز مشکل میشد زندگیش. در ماه محرم آزاد شدن، در ماه رجب 4-5 ماه بعدتر ابو طالب در بستر مرگ افتاد، بیمار بود. قریشی ها جمع شدن،
گفتن هنوز ابو طالب زنده است، بیاییم به یک قرارداد بیاییم که بعد وفات ابو طالب اگر زیان به جان محمد صلی الله علیه و سلم برسونیم ما را طعنه و ملامت میکنند تمام عرب که اینا غیرت جرأت نداشتن در وقت زنده بودن شیرینر و برادرزادش دست بیازن، بعد وفاتش بعد جرأت کردن. از همین خاطر 25 نفر سرورای قریش که در میان آنها عتبه و شیبه و امیه ابن خلف و ابو سفیان ابن حرب و ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معیط و دیگر سرورای قریش بودند، نزد ابو طالب تشریف آوردند. گفتند یا ابو طالب، قبل از او که این دنیا را ترک کنی بین ما و بین برادرزادت یک حکم کن، ما را خیلی در حالت دشمنی نگذار. امروز ما اومدیم که همین قرارداد کرده شود، هر شرط دارد بگذارد ما شرط قبول میکنیم، فقط با ما صلح و صلاح کند، من بعد بین ما جنگ نباشه. مال میخواهد، زن میخواهد، سروری میخواهد، همش میتیمش، فقط همین مقصد هم به توی ما را دشنام نتا، برزیدی ما مردم نشوراند. ابو طالب گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم تو چی میگویی؟ گفت عمک جان، من هم یک پیشنهاد دارم، هم یک کلمه را برای همین مردم عرض میکنم. والله نه مالشون طلب دارم، نه وظیفه و منصب طلب دارم، نه زن طلب دارم، هیچی. برای فایده و منفعت خودشو همین یک کلمه را میخواهم که بگن تا اینکه خدای تعالی سعادت دارین نصیب شو بگردونه، تمام عرب و عجم مطیع شو کنه، سروری همه عالم شود. فقط همین یک کلمه. ابو جهل گفت چه کلمه؟ 100 کلمه بگوی قبول میکنیم، سروری عالم بشیم، پادشاه عرب و عجم بشیم، سعادتی دارای نصیب بگرده، چرا قبول نمیکنیم؟ چی کلمه است؟ گفت بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. دستا را به هم زدن، تکیدن به نشانه تاسف. گفتم بین ما و بین این مرده که چیز روخ را میتا. این مرده کوی خوب، از شما گفت چیز من زیاد طلب نکردم، او شما را چی زور تو میآید از گفتن این کلمه؟ الله هم میدونه که خالق آسمان و زمین است، شما میدانید بر حق من فرستاده خدا هستم، آخه چرا قبول نمیکنید؟ که گفتم تمام، با تو دیگر در صلح و آشتی بسته شد، از تو یگان توقع دیگر نداریم. و ابو طالب در ماه رجب سال 10 بعثت جناب سرور عالم، در بعض جا شاید من هجرت گفته باشم، اگر هجرت گفته باشم غلط گفتم، ولی ما به هجرت نرسیده ایم، همه همون سالهای گفته ایم سالهای بعثت است، از زمانی به پیغمبری مبعوث شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب می شود. در سال 10 بعثت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در ماه رجب از دنیا گذشت. قبل از وفاتش ابو جهل ملعون همراه عبدالله ابن ابی امیه به عیادت ابو طالب آمده بودند، در گوشه نشسته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزد عمکش آمد، دستش گرفت، بوسید، گفت عمک جان، قبل از او که جان تسلیم کنی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله، تا به همین کلمه من حجابی تا از آتش دوزخ شوم. وضعت بیزیب است. یا عم قل لا اله الا الله کلمه احاج لك بها عند الله، انا من حجابی تو میشوم، تو را از عذاب قیامت نجات میتم، رحمت خدای تعالی ان شاء الله به تو میپیوندد، فقط همین کلمه را بگو لا اله الا الله. ابو طالب میخواست گپ زنه، همین وقت بدبختی ابو جهل از یک گوشه صداش بلند کرد که یا ابو طالب تو دینی پدرت عبدالمطلب ترک میکنی؟ دینی پدر تا یک امر مدید عبادت کردی و پیروی کردی، امروز ترکش میکنی؟ و از بس که ابو طالب از هدایت خداوندی که محروم بود، ببینه که این هدایت، این توفیق چه دولتی بزرگ است. در آخرین لحظه علا ملت عبدالمطلب گویان جان به جان آفرین تسلیم کرد، با کفر از دنیا رفت.
اهل سنت و الجماعت اتفاق دارن برادر و عزیز. گپای هر خیله اگر شنیدید بفهمید که گوینده سخن اهل سنت و الجماعت نیست، از اهل تشیع است. هر کسی گوید که ابو طالب با ایمان مرده است، زیرا در صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایتی با کفر مردن ابو طالب امک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. پس این نعمتی بزرگ است که خدای تعالی میسر ما و شما گرداند. توفیق رفیق است به هر کس نرسد، نقشی پری طاووس به کرگس نرسد. ابو طالب که از سن 12 سالگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مثل یک گوشه جگرش تربیت کرد، نگذاشت که خار در پاش بخلد، نگذاشت که یک دشمن ذره ظلم جور نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم روا ببیند. همین ابو طالب از هدایت خدا محروم از دنیا رفت، اما ما و شما در مفت رسید است از برای خدا. از پدر و مادر مسلمان مفت ایمان به دست آوردیم. افسوس صد افسوس که نه همیشه به قدر این نعمت بزرگ میرسیم. البته از بس که ابو طالب دفاع از پیغمبر میکرد، حال او از حال دیگر مشرکا فرق میکند. ما با شما گفتیم که ابو لهب ملعونه که خداوند غضبش نسبت او در قرآن بیان کرده است، ابو لهبی که با کفر و با دشمنی محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشته است، در کتاب‌های صحیح از جمله در صحیح بخاری اومده است که در خواب یک نفر از اقربای خود میزند، یک نفر از برادراش، و وقتی از او احوال پرسی میکند که چه حال داری، گفت که بسیار عذابم شدید است، اما هر شب دوشنبه به خاطر خشنودی که به تولد محمد صلی الله علیه و سلم ابراز نمودم و کنیزم سویبه را آزاد کردم، خداوند از میان دو انگشتم، نرانگشت و انگشت اشاره، یک آب شیرین پیدا میکنه، همون را میمکم. پس تصور کنه که ابو طالب که در جان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیچاره بود، البته که ان شاء الله خداوند از بسیاری بلاها او را ایمن داشته است. بخاری روایت میکند از عباس امکی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عباس میگه پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تشریف آوردم، میگه گفتم یا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشیء، میگه گفتم که ای پیغمبر خدا آیا تو به ابو طالب یگان فایده و منفعت رسانده میتونی؟ آیا یگان فایده تو به ابو طالب میرسد؟ فانه کان یحوتک و یبغض لک و یغضب لک. ابو طالب تا زمانی که زنده بود ترا دفاع میکرد، ترا با مواظبت غمخوری محافظت میکرد، به خاطر تو شده به تمام قریش غضب اظهار کرده است. آیا از یگان فایده و منفعت میرسد به ابو طالب؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود نعم هو فی زحزاح من نار لولا انا لکان فی درک الاسفل من النار. گفت بله ابو طالب امروز در آستانه دوزخ است، در جایی است که آتش از بجلک پا بالا نمیبروید، تو همین بجلک پاش در داخل علاوه. اگر من نمیشیدم، اگر زاره و التجای من نمیشد، ابو طالب البته در کام جهنم میپرتوفتند، در قعر جهنم در پسترین درجه میپرتوفتندش، زیرا پیغمبر خدا را دریافت و ایمان آورده به این حضرت از دنیا گذشت. یعنی در حق مشرکا، در حق کفار دعا کردن، دعای استغفار و دعای رحمت خدا کفر است. بچه هشتونه در سر تو بگیری. من یاد دارم که یک زمان عازم کلوب شهر بدیم، چی معرکه بود، در راه می رفتیم که تلفن شد از ناحیه لینین، از ناحیه رودکی، یک کس اومده است برادرش نصرانی شده بوده، همون نصرانی مرد است، برای تردد جنازه که چیکار کنیم؟ گوش که گفتم برادر جنازش اوسو بسته، اگر چنده برادرت است، اگر بگوی که خداوند و رحمتش که نعوذ بالله کافر بشه، تو چی فکر داری؟ کدام جنازه را برای مسلمان میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ابو طالب عمکش مرد گفت یا ابو طالب تا زمانی که خداوند منعم نکنه در حق طلب استغفار میکنم،
که خداوند گناهاش بیامرز، مغفرت کن. همون زمان خداوند آیه نازل کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. صدق الله العظیم. خداوند متعال بیان میکند که پیغمبر محبوب امام محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمانان حقوق ندارند که طلب استغفار مشرک ها را کنند، اگر چند خیش اقرباشون باشند، اگر چند پدر و مادرشون باشند. وقتی که آشکار شد خداوند حکم مشرک برآورده است که او اصحاب جحیم است، او دوزخی است، دیگر رحمت در حق او چی معنی دارد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند نهی کرد، منعش کرد از اینکه طلب استغفار از برای عمکش ابو طالب کند. حضرت بسیار محزون شد، همین قدر جگرش خون شد که مردی که این قدر خدمت کرده است، این قدر محنت کشیده است، امروز از طلب استغفار من محروم، از مغفرت خداوند محروم، این احوالش چی می باشد؟ از این خاطر خداوند متعال پیغمبر خودش تسلی بخشید. در سوره قصص آمد است که پروردگار متعال به پیامبرش تسلیت فرستاد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. ای حبیبی من گفت با درستی که تو کسایی را دوست می‌داری هدایت کردن نمیتونی. هدایت در دست تو نیست، هدایت در دست پروردگار است. او الله بزرگ است که هر کسی را بخواه هدایت میکنه و هر کسی که از هدایتش محروم شد همتا محروم زار نزار میماند. خداوند خودش میدونه که کیها هدایت مییابند، از این خاطر درون خط نخر. اما به هر وجه صورت برای حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم خداوند بشارت داد که ای حبیبی من، امکت اگر چند به شرک کفر رفته است، اما به خاطر تو از فرط محبت تو او را در قعر جهنم نمی اندازم، در آن همون آستانه دوزخ، ای همین در دوزخ درون میمونمش، زیرا کافر و مشرک بود. خداوند هیچ وقت کفر نمی بخشه، شرک هیچ وقت نمی آمرزه، در جایی که آتش از بجلک پشت بالا نمی بروید. این بود احوال ابو طالب امک رسول الله صلی الله علیه و سلم. از بین 3 ماه دیگر گذشت. در ماه رمضان زوجه محترمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر مسلمانان، بیبی خدیجه بنت خویلد، عالم فانی را بدرود گفته و به رحمت خدا پیوست. در سین 65 سالگی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم 50 ساله بود، در همون سال 10 بعثت. و زوجه محترمش مادرمان بیبی خدیجه 65 ساله بود، 15 سال از پیغمبر خدا بزرگ بود. ما در این موضوع صحبت کرده ایم، حاجت به گفتار زیاد نیست. خدا رحمت و مغفرت کنه مادرمون. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان گریست بالای مرده زوجش که مثل که تفلک بالای مادرش گریه میکنه. حضرت بعداً هم به درد رنج به علم میگفت که وقتی که تمام مردم از من رو گرداندن، خدیجه آغوش شیخچه باز کرده برای با آغوش گرفت. زمانی که همه مردم را تکذیب کردن، دروغگو گفتن، بیبی خدیجه ما را صادق گفته، دین ما را قبول کرد، اسلام را قبول کرد. زمانی که همه مردم از بحر من گشته بودند، رو تافته بودند، تمام مال و ثروت به من بخشید، اولا در اختیاری من داد. و در صورتی که خداوند از کودک یافتن از دیگر زنها مرا محروم کرد، بیبی خدیجه به من فرزند داد. یعنی از دامن بیبی خدیجه خداوند متعال به من فرزند داد، از جمله 4 دختری که به سن بلوغ رسیده و همه شوهر کردند و در حقش دعای خیر میکرد. و مادرمونم به حد مهربان بود که تا زمان زنده بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان مشقت احساس نمیکرد، یگان مشکلی را احساس نمیکرد. در خبر آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضا در غارها می رفت،
خلوت اختیار میکرد، به عبادت خدا مشغول میشد روزدار. و مادرمون کوزه در پشتش، در داخل کوزه طعام پیغمبر را میگرفت، در همون کوه میخرید میبرد و میسپرید. بار حضرت نشسته بود که جبرئیل امین علیه السلام داخل شد. گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، خدیجه میآید. گفت زوجه مهربانت در راه اومده است. گفت در کتفش یک کوزه برای طعام آورده است. ادام وقتی که داخل شد سلام خداوند براش برساند. سبحان الله، خداوند با یک بندش توسط جبرئیل امین علیه السلام سلام فرستاده است. سلام خدای متعال از براش برسان و براش بشارت ده که پروردگار برای او در فردوس اعلی به غیر او قصرهایی که به مردم عطا می شود با یک خانچه کرده است از نی قمیش مخص بافتگی تازه و آزاده نازنین و بشارتش بده که همون خانه منتظرش است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم سال دهمی بعثت عام الحزن نام کرد. سال حزن، سال غم، سال اندوه، سال مصیبت، سال مشقت. متاسفانه ساعت تمام شد، وقت ما به آخر رسید. انشاءالله حالی هفته آینده وقتی که صحبت ادامه میدهیم بعد میبینه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه عذاب و مشقت هایی را متحمل شد بعد وفات ابو طالب، بعد وفات مادرمان بیبی خدیجه، چه بلاهای به سرش اومد، چه عذاب و مشقت هایی را متحمل شد. انشاءالله هفته آینده در اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. پروردگارا زحمات و مشقت هایی که مسلمان های عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدن، خاصتا او زحمت مشقت هایی که مادرمان بیبی خدیجه کبرا کشیده است، پروردگارا میسر گردان زنای ما را، مردای ما را که از او عبرت گرفته و صابر باشند، صبور باشند. و پروردگارا زنهای ما را آداب و اخلاق حسنه ای را که به ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاصتا به مادر ما بیبی خدیجه عطا کرده بودی عطا فرما، تا اینکه حرمت احترام شوهرای مسلمان خود به جا آورده و توسط دعای شوهرها در جنت المأوا مستقر گردند برحمتک یا ارحم الراحمین. در حق یک عید برادران دعا میکنیم. برادر ما حاجی سفر، این حاجی سفرو بسیارن، با نگه که همیشه در حق یک از دعا میکنه. یک حاجی سفری هم سبق داریم، خدا نگهبانش باشه، پروردگار سعادت دارین نصیب روزیش بگردانه. در حق برادر ما حاجی سلطان که خداوند جمیع امراد و مقصوداش حاصل بسازه و فرزنداش هم مثل خودش محیب بزرگ بسازه. در حق برادر ما حاجی فرخ که بسیار محیب است، مهربان است، خداوند نگهبانش باشه دعا میکنیم. در حق یک خواهر اسلامی که آرزوی فرزنددار شدن در دل داره و در حق تمام خواهرای اسلامی در زمین، تمام دخترامون از جمله دخترچه خودم ولی فرزند نداره، دعا میکنیم پروردگار براشون فرزندای صالح مسلمان نوری چشم خادل دین مبین اسلام عطا فرما. در حق برادر محمد سعید که در صدمه نقلیاتی از پاش محروم شده و دعا میکنیم که خداوند براش صبر جمیل عطا کنه، پروردگار سربلندی و سعادت نصیب روزش بگردونه. در حق برادر مرحوم رحمت شاه دعا میکنیم. یک برادری، یک همسایمون شخصی بسیار قدردان، سن سالش هم جوان بود ولی در 50 نرفته بود، همین دیروز از دنیا گذشت. دعا میکنیم که خداوند رحمت مغفرتش کنه، پروردگار در جوار رحمتش مستقرش بگرداند و خداوند به پدر موسفیدش حاج جمیل در این مصیبت بزرگ صبر جمیل ارزانی دارد. در حق برادر ما حاجی تیمرشاه دعا میکنیم که پروردگار در کسب و کار زندگیش برکت عطا کند. در حق استاد داملو محمدی که بیمار است و در حق ایشان عبدالشکر که بیمار هستند دعا میکنیم پروردگار رو براشون شفای کامل و عاجل عطا فرما و سایه‌شون اثر قوم ها و اثر فرزنداشو کم نگردان. در حق
پدر و مادر یک برادر اسلامی در همین دهانی در این مسجد التماس کرد که در حق پدر و مادرم دعا کن، در حق پدر و مادر ای و پدر و مادرای تمام مسلمان ها، از جمله در حق پدر و مادر خودم نیز دعا میکنیم که خداوند رحمت و مغفرتشان کن و خداوند در جنت المأوا همراه پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مستقرشان گردان. آمین یا رب العالمین. هفته گذشته آیه سجده تلاوت کرده بودیم. همین خیلی کار بود به همه برادرایی که همون آیه سجده را شنیدین یک سجده تلاوت واجب شده است. من گمان کردم که شما انشالله خودتون میفهمید اخی، انشالله قوم این مسجد همش میدونن. سجده تلاوت از جات قایم میشوی رو جانب قبله با نیت سجده تلاوت. حجت نیست که به زبان بگوی، اما در دل نیت میکنی نیت سجده تلاوت. الله اکبر گفته سجده میکنی، رکوع نداره، اما الله اکبر میگوی سجده میکنی و در هنگام سجده 3 بار سبحان ربی الاعلا یعنی تسبیحای سجده را میگوی. بعد با الله اکبر گفته میشینی یا نیمخیز میشه، بعد میشینی، اوش اختیارت به دست خودت. اگر کسی دعاش بدونه سجدت للرحمن آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اما اگر کسی نمیدونه بگه خداوند همین سجده تلاوت ما قبول فرما، همین کفایه است، این همین مقدار است. و هر کسی که همون آیه سجده را از ما شنیده باشه برادرای عزیز، در ذمه همه یک سجده تلاوت واجب شده است و او سجده تلاوت در گردنت میسته، شرط نیست که حتما اداش کنی. ان شاء الله همین روز وقتی که نماز خوندیم خود در مسجد خود در خونه ها تو بعد که رفته به همین طریقی که من بیان کردم یک سجده تلاوت کنه، همون واجب عظیمت رو ساقط کنه. یک برادر گفته است در حق مادر من دعا کنید که خداوند مهربان برای شفا عطا کند. پروردگار به مادر تو و تمام مادرها و خواهرای مسلمان شفای کامل و عاجل عطا فرماید. آمین. هر چیز زودتر آباد گردان و پروردگار هر چیز زودتر آباد گردان و پروردگار رو با نور ایمان نمازگزارا همیشه مزین منور نگه دار. آمین.